داش گلم سلام، خوبی؟ سلام گل بیت من نیست. دچار از همگسستگی سلولهای تحتانی نشدی داش؟ راسو جون مال من هنوز مثل تو اتوبان نشده. گفتی اتوبان؟ یاد گنبد آبکشمون افتادم. ایرانی‌ها توفم میندازن، رهگیری سرش گرده. فعلا یه شورت آهنی پیدا کن. 2 روزت شده یه هفته. اگه پیاده هم رفته بودی تا حالا رسیده بودی تهران. ما همه اشناهمون رفتن شهرستان، سفرمون به کل کنسل شد. مگه نگفتی یا ایران تسلیم شه یا میام شخمشون میزنم؟ شفمه چه زدنی آخه؟ من خر هستم ولی دیگه ندارین هر. داداش کله زردم، اینا اگر بمب اتم بسازن اول میان سراغ تو. مگه هر چی ساخته بودن نابود نکردی؟ دلیل نمیشه. اگه از غم ساخته باشن چی؟ در اون صورت خدا بیامرزتت. دونی جون منو اینجوری رها نکن. یا بوچون من برای وز کردن آمدم، نه برای 2 تا زنجیل و پتا زدن زرد کردی داش. من که از اول زرد بودم. تو هم تا وقت داری دومتا بذار رو خول تو فرار کن. من که همه رو ممنوع الخروج کردم. شاید ایران دلش برم بیاد به خاطر اونا ما را هم نزنه. مردم خودت هم گروگینگاری کردی یا بود؟ یا مرگ یا سرزمین مادری. اونجا دیگه مال پدر جدیدت. سلام من رو به پدر جدیدت برسون. بگو به ما یه مذاکره بده کاره. داش اینا اگه ما رو بگیرن همه رو میریزن تو کوره. میخوای گریه کنی؟ گریه کن. البته پس صابون نشی. تا تو باشی با من دستوری صحبت نکنی. بیچاف این بیدوها رو بلند کن. ما هم یه گاز و گوزی بکنیم. حالا چه گویی بخوریم؟ نگید مسجد الاقصی رو آماده کنن. اگر کاربالا گرفت بچی بمون جا. من یه چیزی بگم. ها دیگه چی میگی؟ دارم به دونی زنگ میزنم.